عزیزم سلام دوستان، مجموعه مولایی هستیم توی جزیره زیبای کیش. از این مکلارن 570 نمیشه گذاشتم که چند وقت پیش تهران بود و میخوام کل استارت جفتش براتون بزنم. ببینید به نظر شما مکلارن بهتر یا لامبورگینی؟ اینم که لامبورگینی اوروس 8 سیلندر، اینم که مکلارن 3.6 لیتر موتورش. ببینیم که کدومشون بهتره. یه استارت میزنید ببینیم کل استارت لامبورگینی اوروس دیدید. به این ماشین سریع ترین اسیووی دنیا بود. لامبورگینی رنگاش بی‌نظیره دیگه آقا. شاسی بلند زد یه چیزا تو دنیا حرف نداره. حالا اینو خاموش کنیم، حالا کل استارت مکلارن هم با هم دیگه ببینیم دوستان. 570 واقعا خفنه. دربه خفاشیش این سیستم صوتش باورزه، اون بنگلافسن. حالا بریم با هم دیگه بشینیم. نشستن توش هم خیلی سخته. بزنه شامپرش بیاد و یه استارت با هم. به نظر شما این بهتر بود؟ مرسی که ما رو دنبال میکنید. نظرتون رو بهم بگید که کدومش بهتر بود.